فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بیننده این است که درخواست شفا و یا کمک از شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا درست است یا نه؟ در مورد درخواست شفا اینو ما میدونیم که الله متعال صراحتا در قرآن میفرماید و اذا مرضت فهو یشفین. شفا دهنده الله متعال هست که حضرت ابراهیم میفرمودند که در قرآن الله متعال اینو نقل کرده از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که من بیمار بشم الله متعال ما را شفا میدهد و این جزء ربوبیت الله متعال است. اون کسی که زنده میکند میبیراند بیماری میدهد بیماری رو شفا میدهد قطعا الله متعال هست و به هیچ عنوان طلب شفا کردن یا طلب کمک کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. طلب شفا یا طلب کمک از رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. شفا همون گونه که عرض کردم و اذا مرضت فهو یشفین، الله متعال شفا میداد. اضافه بر این خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما چی آموزش دادند که ما چیکار بکنیم در هنگام بیماری. در هیچ جای ایشون نفرمودند بیای از من شفا بخواید، بلکه دعاهایی رو که رسول الله صلی الله علیه و خودشون ورد زبانشون بود یه توصیه کردند که ما بخونیم. اون دعاها فقط گویا این است که شفا رو فقط از الله متعال مثلا شما طلب بکنید. در روایت معروفی که در این زمینه هست اللهم رب الناس اذهب البأس، یا در برخی از مذهب البأس، اللهم رب الناس اذهب البأس انت الشافی لا شافی الا انت. صراحتا اومده انت الشافی، شفا دهنده تو هستی، لا شافی الا انت، غیر از تو شفا دهنده نیست. فصفی شفا لا یغادر سقما، شفای بده که هیچ گونه عوارض بیماری در واقع باقی نمونند. پس بنابراین شفا دهنده فقط الله متعال هست. طلب شفاعت طلب شفا از رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست و خود دعاهایی که رسول الله به ما آموزش داده در این صراحتا اومده که انت الشافی لا شافی الا انت. و طلب استعانت و کمک صراحتا در قرآن کریم اولین آیات قرآن که که ایاک نعبد و ایاک نستعین، طلب استعانت فقط و فقط باید از جانب الله متعال باشد، نه از رسول الله و نه از غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم.